الهی جونم فدای حاج حسین آقای خرازی، انشالله این شب کنار مادر ما رو یادش داره. میگه دیدیم حاج حسین داره این پشت بیسیم صدا میزنه محمد رضا کجاست؟ حاجی محمد رضا رو میخوای چیکار؟ خط نمیشکنه، الان باید بگی فرمانده قربان فلانی بچه اطلاعات عملیات بیان تو خونه، چرا خوب کار نمیکنه؟ محمد رضا رو میخوای چیکار؟ میگه کارش دارم محمد رضا رو پشت بیسیم. جانم حاجی محمد رضا تویی؟ جانم محمد رضا حواست کجاست؟ چی شد حاجی جان؟ مگه نمیبینی خط نمیشکنه؟ حاجی گرفتم فهمیدم جان چیکار کن؟ صبر کن بچه های مخابرات بگو همه بیسیما رو روشن کنم، محمد رضا میخواد حرف بزنه. محمد رضا فرمانده لشکره، چی میخواد بگه محمد رضا تورتی زاده؟ گو حاجی چی بخونم؟ خب محمد رضا عجب سوالی داری میکنی، کار بستخون رسیده. خب فهمیدم حاجی، یهو دیدن از پشت بیسیما صدا بلند شد در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا میزدن. مگه میشه دیگه این بچه ها رو گرفت؟ صدا زدن حاجی، بچه ها سینه سپر کردن جلو این ترجوشا، خط شکن